ki bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. السلام علیکم بیننده های عزیز. فرمودند دائما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. امروز برای ما معلوم است که برای تبریک کردن شادی قلبابا آمدیم که امروز 60مین میلاد عمر خود را جشن گرفته ایستادند. از نام فرزندان عزیز، از نام مبینکه، قهرمانکه، سبینایتی، گلشنایتی تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. امروز پر از احساسات میشود. امروز یک روزی بسیار هم نکو، یک روزی خاطرمان، یک روزی تاریخی را همراه شمایان به هم میبینیم. اگر شما تیار باشید، اگر ما آغاز کردیم رفته. تشکر می‌رسانیم عزیزان دل و دیده از نام امروزه صاحب جشن ها، از نام خانواده شادی قلمک، گلسره خاله، از نام فرزندانشان مبینکه، قهرمانکه، سبینایتی، گلشنایتی و هر یکی شما صمیمانه و عارفانه خیر مقدم میگوییم. پای قدم درخشان شما عزیزان را بالای دیده میدانیم. ابو عبدالله رودکی فرمودند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. دوستان عزیز، در این عین دقیقه ها میخواستیم روی صحنه سببچی امروزه جمع آمدی ما صاحب جشن شمس‌سلطان خاندان شادی قلمک را همراهی مادرجان عزیز خاندان گلسره خاله و صحنه تکلیف کنیم. مرحمت شادی قلمک، یک دقیقه وقت شما را میخواستیم گیریم. همراهی گلسره خاله تنها دوی شمایان را تکلیف میکنیم در این روزی خرسندی، در این روزی بزم زیبا.
میخواستیم سخنهای تبریکاتی رو برای شما رسانیم. مرحبا. گلسرخولا از این طرف قوت دلشتا یا نشان بیستید کنید. امروز خانداناتون با بعضم روزی خورسندی زادروزی مهمانان عزیز میخواستیم دقت شما را جلب کنیم. تعریف حقیقت را برای شما میرسانیم. امروز زادروزی شخصیتان خاندان نبیوف ها، زادروزی آن نفره که 25 سال حیات خود را برای یک کوهستان را به باغی زیبا تبدیل دادند، عمر خود را صرف کردند. زادروزی نفره که بعد از درگذشتن پدر و مادر برای خواهر و دادرانشان هم وظیفه پدری هم وظیفه مادری را اجرا کردند. شادی قلمک نبیوف 60 ساله شدند. بگذار 120 ساله شوید. در سری فرزند و نبیره و خواهر و دادرانتان همیشه سایبان شده گردید. امروز روز خورسندی را با اولاد خجسته را مبارکباد میگوییم. همراهی گلسرخاله دم پیری و دولت پیری را دیده گردید. امروز از نام مبینکه، از نام قهرمانکه، از نام سبینایتی و البته از نام گلشنایتی شما را تبریک میگوییم. از نام کلید پاشاها، دامادها، حاضر فرزندان برای ما رساندن که برای ما در حقیقت شخصیتون هستند، قهرمانی دور و زمانی ما. در حقیقت آن قهرمان که از خوردی ما میدانیم با اسب میگردن تا حال، برای همون هم جوانیشون هیچ وقت ترک نمیکنند. بگذار همین 100 سالش نگهتان بایم شادی قلمک از بالای اسب نفرایی. خدا کند که در همین کوکره کلان هم 100 سالگیاتون با از این هم کلان شده نشست کرده شما را تبریک کردن نصیب کند. امروز فرزندان عزیز 4 آن نفره که شما برای آنها قهرمانی خاندان هستید گفتند که ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردون ها برم. کیست غیری تو اندر جهان، بینهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاهستان خاندان، وصف نامت لایق 100 داستان. خامعت عاجزی توصیفت بود، ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. امروز فرزندان عزیز برای شما چون این سورپرایز های زیبا را تیار کردیم، یک جای تحفه های ارزنده و زیبنده را تیار کردیم. نیت کردم فرزندها مبینکم قهرمانکه نیت کردن که خدا کند که پدر مادرم حج بفرستانیم، زیارتی کعبه الله و بعد از آن یک حجاشی کلام کنیم و باز هم خیر سرانه کلام و همراهی دوستان و نزدیکانشان جمع شدن نصیب کنند. گفته برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. مهمانان عزیز دست ما خالی باشد در وقتی توفه سپاریدن. راحتی روحم به سر داری شوق کن، پناهی با زبان تو مرا امید و دلگرمی. شادی قلمک چند سال شد که همراهی گلسرخاله عقد نکاح بسته؟ دنیای بیرحمی. چند سال شد داخل؟ خیلی حساب کردن که داخلش میگیم گلسرخاله هر بار همین کوبه میرویم باغی شادی قلبا بابا، چنان گلزار چنان بوستان باغ و بوستان در آنجا. بهار که شد گلدسته ها لاله ها میبیارن می هر بهار میبیارن. راستش من امروزم در روز زادروز برای گلسرخاله یک تا دستگلی زیبا را تیار کردن. خودشان مهمانا قرصک زنن خودشان از میسپارن. کنی مرحبا کنی سپارید کنید دستشان با مبارک باشد. قرصک ها بخواد مبارک باشد. و البته میبخلا علاممک روشنمک مرحمت شما را تکلیف میکنیم. مرحمت امروز روزی خورسندی است. نزدیکتر استیم از مسافرت خواهران عزیزتان زنگ زدن. قریب یک هفته باز تیاری میبینیم در زادروزتان. از نامی البته در مسافرت که هستن زیبینیستا خاله، صاحب خاله، نگینا خاله شما را تبریک میگویم. از نامی دادرانتان علاممک روشنمک شما را تبریک میگویم. گفتن که ما خورد بودیم برای ما از ازل رولی پدری را اجرا کردگی انسان هیچ وقت مانده، هیچ وقت خلاق شدم که گپاشون رو نشنیدیم. دیگه نخلا فرمودن که برای من پدرم برای انسان هیچ وقت اکا گفته تبریک نکنید و پدر گفته تبریک کنید. برای هر یکی ما جایی
بسیار هم یک کوهی بلندی آهلیک بر این جای دارد. هیچ وقت خسته نشوند. فقط از خدا میپرسیم که سرشان درد رو نبیند و همیشه در سر ما سایبان شده گردند. برای ما برادر ما همچون پدر هستند. بعد از درگذشتن آنجان ما که خدا رحمت کند نامشان را گیرید، در دهه آهلیک یکی از آن زنهای فعال آهلیک بودند. به خلیفگی میکردند این آباد آنها که هر یکی ما را صاحب بخت و سعادت کردند و البته نیز در آنجا رول برادر ما، رول پدر ما کلان است. برای شادی خلکم رسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. گفتن شما را تبریک کردن، دیگه نخواهند دلشان پر بود است، گریه کردن. چقدر که تعریف کردند آن دمهای خردی را، آن دمهایی که گذشت، هر آن لحظه ها را برای ما تعریف کردند، خاطر رسان کردند. بگذار در روز خرسندیشان عذر پرسید که همراهشان نیستیم، البته قلبا روحا همراهشان هستیم و تبریک ما را رسانید. گفتن شادی پولامک تبریک خواهرانتان را قبول کنید. البته از مهمانان میخواستیم همه کس به جای های خود گذاریم. امروز باز در اینجا تحفه های ارزنده و زیبنده است. پیش از آن باشد در اینجا نگین خدا یک سخنی خود را کم باشد هم برای شما گفتن رسانید. میخواستیم گوش کنیم. السلام علیکم همکاران عزیز، خیش تبارکا، خوش آمده به این روزی خرسندی، به این روزی نیک، به روزی تولدی بک جان من، پدر بزرگی من. از خداوند میخواستم که عمری به برکت دید، صحت سلامتی دید. رشبه اشکی شادی شد. بگذار الان خیلی اشکی شادی همیشه باشد. شما رو در روز خرسندی گفتن که گریه ندارید، فقط خرسند کنید. گفتن برای شما در اینجا یک تحفه ارزنده و زیبنده تیار کردیم، پورتریتی کلانترین رو. البته وقتی بچه‌ها می‌خواستیم دوره کشیم برای مهمانان نشان می‌دهیم. مرحمت پورتریتی کلان رو پیشکش شما می‌کنیم. مرحمت. البته عکس‌های زیبای اولاد کلان نبی فاخر سنگ میزنیم برای نفرانی که این تحفه ها را تیار کردن. مبارک باشد، روز خرسندی سعادتمندی رو مبارک باد میگیم. و البته از نام خواهران، از نام زیبنیسا خاله، صاحب خاله، نگین خاله، از نام روشن آمد علم آمد در اینجا تحفه ارزنده و زیبنده کلامی نامی الله را تیار کرده آوردیم. مرحمت پیشکش شما میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. در روز زادروزی بابا جانشان منیژه بانو نیز زادروز داشتیم. کنی خودشان منیژه بانو بیا کنی یعنی بابا جانشان با بگذار دوامچین سلاله. شادی پولامک از دانکم مغز شیرین میگوید. انمی شیرینکا بگذار همیشه چایریزه که بابا جانشان شوند. بابا جانشان از کو حلاق شده از بکی بیانو آلوچه گلی بادام ها گل کرده باشد. من چای ریزکی بابام شیشته چای نوشن. من چای ریزکی بابام گفته منیژه بانو برای نبیره ها قطار در خدمت شما باشند. منیژه بانو زادروز مبارک. 12 سالگی مچل را مبارک باد میگویم. خدا کند که مانندی آنجان ها، مانندی مادرتان یک دختره که نازنین شده بابای رسید و همیشه در خدمت پدر مادر و آنجان و بابا جان باشد. البته گلدسته زیبا از نامی خواهرکانتان حاضر یک بابا جانشون تبریک میگویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، من امروز زادروزی بابا جان من اشره ایستاده است. اولا بار به بابا جانم صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز آرزومندم. رحمت مبارک باشه. البته میخواستیم سال دوره را کشیم. در اینجا شیرینی زیبا را تیار کردیم برای پدر عزیز، برای منیژه بانوی امشب. گل را بی جان شما گل تکنی یک جای همراهی آنجان و بابا جان شیرینی را میبریم. پیش از آن باشد اگر گل سرخاله یک تا خودتان شرکت تبریک میکنیم صاحب جشن امروز را. مرحمت.
اگر یابم جوانی این دوباره بگذارم خیلی جوان باشه تو را تنها تو را میخواهم و بس به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس بگذار دم پیری دولت پیری برای شمایان نصیب کنند روزی خرسندی و سعادتمندی رو مبارکباد میگویم من در اینجا نبیره ها میخواهند تبریک گویند بیا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم مرحبا مرحبا جشن شما مبارک بابا جانی مهربان تبریک می نمایم شما را از دل و جان برایتان آوردم گلهای خوشبسته به مهرتان دل بسته دایم سلامت باشد به این وقتی ما بچگان السلام علیکم مهمانان عزیز من از این فرصت استفاده برده بابا جانم را با روزی خرسندیشان تبریک مبارکبادی می نمایم اولا بار به بابا جانم را صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز آرزومندم ای پدرجان خاکی پایت می شوم وقتی پیری من عصایت می شوم با همه دار و ندار زندگی روحی اولی کفشی پایت می شادی بابا ساعت بدروه هم با شما نسل بری ایا ای قدرگاهی به منتی نو و تو باشم دائم شاد تو دعاگوی به منتی نو شبا سعدادی السلام علیکم مهمانهای عزیز بابا جان شما با جشن 60 سالگیتان مبارک میگویم مبارک باشد البته زادروزی رو مبارکباد میگویم محیبه خاله امروز شما ارزنده ترین انسان هستید که از همه پیش تبریک گوید بیایید پیش منبع نزدیکتر از نام خودتان از نام روشن آمد علم آمد از نام خاله جان ها در مسافرت هستند هر یکی آنها را نام بر کنید مرحبا السلام علیکم مهمانان میزبانان و خواهر و دادران عزیز هموطن به این درگاهی دادرکی من خوش آمدیتان نوری دیده تاجی سر من از این فرصت استفاده برده دادرکی عزیز و مهربانم را روزی مولود یعنی زاد روزت مبارک باشد کجا الها 120 ساله شوی همین کلو که خوشه پیر شوه حضور و حلاوتی فرزندکان نبره و عبیره بینی الها دولتی پیری به پایانتی ساق و سلامت گرد دستری هم یکای مهان دستری خواهران و دادران آیله همه وقت ساق و سلامت باش منیجا جان تو را با این روزی زادروزه تبریک میکنم الها 100 ساله شوی دختری با کل شده کلان شده مکتبکای عالی و داخلی شوی الهی همه وقت در خدمتی بابا جانهای و آنه جانهای و دادا جان و بی جانت باشی رحمتم رحمت مبارک باشد اکنون و نزدیک تارت شده قلمک همه ما یک جای نزدیکتر میرویم مبینکه قهرمانکه از دو یانشان قنات شده دو بال شده نزدیکتر میستیم مبینکه سمین آیتی گلشن آیتی مرحمت کلید پاشا ها نبیره ها همه ما یک جای میستیم Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
yakjoya. Albatta o'ziyatda shiriniyat xona bo'lmaydi. Va aziz mehmonlar, bugungi davramizga Shodiqul boboni tabriklash maqsadida Burgut zamindan tashrif buyurgan chavandoz do'stlarimiz tashrif buyurgan. Albatta xohlardikki so'z navbatini Abdujabbor Amak o'g'illari to'g'ri aytgan. Marhamat, bitta chiroyli qilib tabriklaymiz. So'zlaringizni, dil izhorlaringizni tinglaymiz ustoz uchun. Keyin ana shu tunlarni kiydirasiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Shod-to'g'risini tabriklaymiz. Yubileyimizni tabriklaymiz. Yaxshi ulug'ga yetkazganiga shukr. Va bolangizga shukringizni qilingizlar. Bundan katta ro'yxatga qo'yingizlar. Hozirda bizlar baxtimizga olam baxtlar sog'-salomat bo'lingizlar. Rahmat, tashakkur. Marhamat. Xudo rahmat qilsin G'abib polvon o'g'illari Dilmurod aka tashrif buyurgan, Dilshod aka tashrif buyurgan. Albatta yaxshi niyatlarini, bugungi ezgu umidlarini eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat, Dilshod polvonni taklif etamiz. Dilshod aka, marhamat. Dilshod aka kelguncha, Dilmurod aka, yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun o'g'limizni yubiley to'ylari ekan, uzoq umr tilaymiz. Doimo baxt sog'lig'ingizda yangam bilan qo'sha qatnashib, rahmat aytamiz. Rahmat, tashakkur deymiz. Xush kelibsizlar. Albatta Dilmurod aka har bir so'z isboti bilan deyishadi. Hozir siz boshchiligingizda jami polvonlarni badiiy sahnamizga taklif etamiz. Birgalikda raqsga tushib, o'ynab kulib bugungi bazmimizni davom ettiramiz. Albatta do'stoni aziz, در این 2 دقیقه ها ما باشد باری دیگر روی صحنه حافظ خوش‌آواز امشب استاد صنعت، یکی از حافظان خوش‌آواز، یکی از اختران تابان صنعت سمرقند را البته شهرت خیمov را به صحنه تکلیف میکنیم. البته استاد uchun yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Marhamat, keling yaqinroq. Marhamat. Bitta eshitaylik. Marhamat. البته حاضر در زیر صوت و صداها جامه‌های زرین را از نام دوستانشان، از نام فرزند دوستانشان قبول کنید. از رستم قشلاقه، از لیلین بایرا، فرزند آستانکه رستم اکا، من از نام خودشان، از نام اولیه‌شان جامه‌های زرین را آوردند. مرحمت مبارک باشد. صادریز رو مبارک باد میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. mana در اینجا شادیق‌نما صاحب خلا تلفن کرده ایستاده. یک تا سخن‌هایشان رو شنویم. مهمانان عزیز از مسافرت خواهرشان صاحب خلا می‌خواهند برادری خود را تبریک گویند. مرحمت. Assalomu alaykum
شادیانه روز یوبیلی کن کردی تبریک میکنم عمرتون دراز شود در سلکی مامان صاحب سلامت باشه شما اکیتون نه پردن الهیم همین وقت در سلام باشه اکتر چی نیسته ورزی حوض دوره فقط اهل میخلینگی دارم خوش کردی نصیب کنه این تو مامانم در وقت شود بیمونی رحمت کنم رحمت سلامت باشند. تشکر میگویم روز خورسندی و سعادتمندی را مرحمت معلمه غنیه از نام جیانها از نام فرزندان تبریک میگویم. مرحمت. تشکر. ماه و خورشید پدر، مهتاب پدر، یک اختری نایاب پدر، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهری نایاب. السلام علیکم مهمانان گرامی، اجازه دهید من از این فرصت پرقیمت استفاده برده تا آقا جان عزیز و مهربانم را با این روزی زاد روزشان از صمیم قلبم تبریک و مبارکباد نموده و تا آقا جانم اولین بار صحت و سلامتی، عمری درازی به پایان و تمامی هستی عالم را برایشان تمنا دارم. بگذار همیشه روزشان مثل همین روز خوش و خرسندانه گذرد. الها حیاتشان مثل آب دریا زلال و روان باشد. الها در دل چه نیت و آرزوهایی که دارند همش جامعه عمل باشد. با همراه ینگم‌هایم یک جای پیر و بدولت شده حضور و حلاوت فرزندان و نبیرگان و ابیرگان را دیده کردند. باز یک بار دیگر مولود خجسته‌تان مبارک باشد. از نام عائله و فرزندان مرحمت جامعه ها را می‌پوشانیم. از نام مبینکه، قهرمانکه، از نام سبین آیتی، گلشن آیتی جامعه ها را می‌پوشانیم. مرحمت. از نام خانواده محیب خانه جناب آیمک مبارکباد میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. از نام خانواده علم آمد دادرانتان مبارکباد میگویم. مبارک باشد. البته جیانها نبیره ها تبریک میگویند. ما باشد نوبت را با حافظان خوش‌آواز بدهیم و یک جای از صحنه نرفته میرقصیم، خرسندی میکنیم. مرحبا.
Thank you.
من بیننده های عزیز، امروز شامی نکوشامی خاطرمان و تاریخی را همراه شما به هم دیدیم. در حقیقت پدر عزیز، پدر خیرتمند خاندان را با یک شاهسوتون خاندان را امروز تبریک کردیم. شادی قلمک را در جشن 60 سالگیشان از نام فرزندان عزیز، از نام خواهران که در مسافرت هستند، آن لحظه های خرسندی را همراه شما به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامران سمین باران سر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر. لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم، لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم، باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورم، باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامران سینه باران
لالاگی بارانی دل بر طفلت و خواب آورد لالاگی بارانی دل بر طفلت و خواب آورد باغی غریب گل فشان پیغامی مرتاب آورد باغی غریب گل فشان پیغامی مرتاب آورد زنگ دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگ دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد مرا سینه باران سر اجاز بخشد مرا سینه باران سر اجاز بخشد مرا سینه باران سر